در دایره عملی سازی لایحه مشترک حکومت جمهوری تاجیکستان، اتحاد اروپا و اگنتی آقاخان اوید به مکان زیست درباره مساعدت به صلح و ثبات توسط ساختمان اینفراستراکچور مهم نیمه دوم روز چهارشنبه در شهر خاروق در محله چوق خاروق جماعت شهرک به نام شیرینشاه شاه تیمور دو میدانچه ورزشی با میدانچه‌های بازی برای کودکان مورد بهره برداری قرار داده شدند. در مراسم افتتاحی این انشاءات رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف، سفیر اتحاد اروپا در تاجیکستان مرلین جوزفسون، دیرکتور اجرایی اگنتی آقاخان اوید به مکان زیست هادی حسینی شرکت ورزیدند. باید گفت در همکاری با شریکان رشد در مرکز ولایت شهر خاروق 6 میدانچه ورزشی با سرمایه 872 هزار سومانی ساخته شده مورد بهره برداری قرار داده می شوند. کارهای ساختمانی را در این پروژه یک شرکت ساختمانی محلی مفصول به پامیر انرژی سرویس به عهده داشته. ساختمان آن از ماه می سال روان آغاز شده نیمه دوم ماه آگوست پر به اتمام رسید. باید قید کرد در محله چوق خاروق این نخستین میدانچه های ورزشی می باشند که برای بازی فوتبال و والیبال و همچنین مشغولیت های کودکان این محل ساخته شدهاند. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان منتداری صمیمی را برای دستگیری جوانان و نوجوانان به دست اندرکاران این لایحه بیان نموده تاکید داشت که این قشر جامعه در مرکز توجه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار داشته. بنیاد این انشاءات برای مهیا نمودن شرایط و امکانات و جلب جوانان به تشکل طرز حیات سالم مساعدت می نماید. راهبر ولایت افزود با دستگیری پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام علی در شهر خاروق همچنین 3 میدانچه ورزشی برای بازی فوتبال و به علاوه این 3 میدانچه دیگر با سپارش به واسطه پیشوای معظم ملت از حساب دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر خاروق بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده شدند. در سالهای آخر با دستور به واسطه جناب عالی 3 میدانچه ورزشی فوتبال با دستگیری فدراسیون فوتبال تاجیکستان که پرزیدنتشان رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی هستند ساخته شدند و بعدا با دستور پیشوای ملت 3 میدانچه ورزشی دیگر از طرف دیرکسیون ساختمانی دستگاه اجرایی پرزیدنت ساخته شدند و بعد با سپارش داده شد که ما باید شریکان و صاحبکاران دیگر را پیدا کنیم که این کار خیر را ادامه دهند. وقتی که مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و سازمان‌های مولانا آذرمان با هم ششتیم و این برنامه را آماده ساختیم و بعد به کافتن دانر سر کردیم و به بخت ما یکی از دانرهای خیلی کهن ما، یکی از دوست خیلی نزدیک تاجیکستان سازمان اروپا محض همین تکلیف ما را قبول نمودند. جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان امروز پرچم بردار بیرق تاجیکستان نه فقط در جمهوری بلکه بیرون از آن می باشد و من امید دارم که ساختمان چندین میدانچه ورزشی و همین بعد تالای ورزشی امکانات میده که جوانان ما سالم به وای رسند، وطن خود را خاک خود را محافظت کنند و تاجیکستان را در کل دنیا معرفی میکنند. بار دیگر تشکر صمیمی به حکومت تاجیکستان که توسط سیاست درهای گشاد به ما امکان داد که با تشکیلات های گوناگون دنیا همکاری کنیم. با کل دانورا و شریکان رشد که ما را در مدت همین 30 سال دستگیری کردند. همچنین قید گردید که در دوام سالهای 90 عصر گذشته اتحاد اروپا در تامین مواد غذا و بعدتر در بنیاد بنگاه‌های طبی، خطهای آب نوشاکی، رشد ساحه کشاورزی، اینچنین دیگر در دوره پاندمی جهت تامین نمودن مؤسسه‌های طبی با مواد دارویی نقش بارز داشته است. همچنین سفیر اتحاد اروپا در جمهوری تاجیکستان خانم مرلین جوزفسون منتداری صمیمی خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و جامعه شهروندی جهت عملی نمودن فعالیت‌های مشترک که در سمت پس کردن خوف آفت‌های طبیعی روانه شدند بیان نمود. در محله مذکور همچنین در همشفتی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 شهر خاروق چنین انشاءات ورزشی معاصر مورد بهره برداری ساکنان محله چوق خاروق قرار گرفته. در مراسم به استفاده سپاری این میدانچه ورزشی نیز رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف و هیئت همراهانه شرکت ورزیده از طرف باشندگان با ساز و سرود و دلگرمی به اندازه استقبال گرفته شدند. ورزشگران هر دو میدان
میدانچه ورزشی با توفه‌های خاطرروی برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق کوهستان قدردانی گردیدند. در مراسم رسمی راهبر ولایت از توجه و غمخوری‌های دائمی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سیاست درهای باز یادآوری نموده قید داشت که محض توسط این سیاست دوربینانه امکانیت فراهم شده است که شریکان رشد به خصوص اتحادیه اروپا امروز در رشد و نموی ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق ولایت مختار کوهستان و بدخشان سهمگذاری می‌نماید. پیشوای ملت دویم عرض می‌دهند که جوانان آینده ما هستند. آینده این دولت همه قسمت این خلق به دست آنها می‌افتد و آنها باید سالم و بردم به وایه رسند، در روی وطن دوستی، وطن پرستی تربیت یابند و خوشبختانه جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان طی 2 سال آخر با عملهای مشخص خود اثبات ساختند که آنها حقیقاً جوانمرد هستند، آنها وطن دوست هستند، وطن پرست هستند. امروز کماند یکچین ولایت مختار کوهستان بدخشان از نمود والیبال هم بچه‌ها هم دخترها چمپیون چندین کراته جمهوری هستند. امروز گشتنگیران ما چمپیون جهان هستند. امروز زادگان بدخشان در روسیه، در امریکا، در اروپا بیرق تاجیکستان و تاجیکستان را معرفی کرده ایستادند. امروز جوانان تاجیکستان در یک روز نقشه سفربر نمودن جوانان را به صف قوای مسلح اجرا نمودند. امروز جوانان بدخشان نه به منصوب یگان گروه تروریستی هستند و نه اکستریمیستی هستند، فقط و یا به شرایط در کار است. و من از این فرصت استفاده برده میخواستم به حکومت جمهوری تاجیکستان، به سرور هان برای سیاست در آی گشاد، برای امکان دادن همکاری با شریکان رشد، برای یکی از دانرهای اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان سازمان اروپا، برای تشکیلات های آخوان که شریک با اعتماد حکومت جمهوری و ولایت هستند تشکر صمیمی خیش را ابراز نمایم. مورد استفاده بری قرار دادن دیگر انشاءات حدود شهر خاروق نیز ادامه دارد.